بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله، حق است الله، یا الله، حق است الله، یا الله، حق است الله، یا الله، حق است الله. یا الله. عثمانه یک دقیقه صبر کو جناب. آهنه او سر چکل میته، او سر چکل میته بچه. اوی این شمشیر تو فستان روز تولد ای بورس است. هر رقمش باید تا سواشا آماده شود. با کل وعده‌ای که برش دادیم پیوند هستم. هی روزگار هی. عثمانه وای بارسن بزرگ شدن، بیادر جانی شدن، بیادر خونی شدن. بعد همه آتش دوستی که شما همراه پدرم برافروخته بودین روان است. ای خداوند هزار بار شکر، شکر خداونده که این روزم دیدم. ماشاءالله ماشاءالله به قهرمانه. خب چی میگی عثمانه؟ جناب طغرل قاضی از کنیه برخواد گشت، پادشاه و بزرگان قبیله پیشنهاد جناب طغرل قبول خواد کردن. یا آتش را که پدرکلان ما جناب آلپرسلان در مالازگی برافروخته بود جناب بامسی، خوشبختانه تا امروز این آتش شعله‌ور بوده و همیشه در مقابل کفار ایستاد بودیم. جنگیدیم تا این سرزمین خانه خود بسازیم، با دشمنان گردن خم نکردیم. حالیا وقتش است که کلمه چنار بزرگ استاد کنیم جناب. با زیر اوستای چنار بزرگ سپاهیای دلاور ما، خاتونان شجاع و پاکدامن ما او وقت حکومت ما را تأسیس خواد کردن. تمام دشمنای ما را و تمام خود فروخته ها را در همین قوق آتش خاکسترشان میسازم جناب. ای که از کنه هر خبر میاد در قصهش نیستم، اما هرگز نمیمانم که بیرق پدرم خاک زمین لمس کنم. پروردگار شاهد این نیت من است جناب. ما و اولادای بعد از من برای برافراشتن این بیرق در چهار گوشه جهان با تمام قدرت خود مبارزه خواد کردیم. ای ماشاءالله، ای ماشاءالله به قهرمانه. همین که گپای تا به گوشای خود شنیدم، دیگه گپ ما روزایی ندارم. معلوم میشه که خیمه جناب طغرل با دستای درست سپرده شده. خیمه جناب طغرل از امیال روشن سوختی بچه. ای ماشاءالله. آفرین. پدرم شاه سلیمانم در بدنش از این دانه ها داشت. طغرل قبیله خود به شانه های من امانت داد و این دانه ها را ببین که چقدر مرا رنج میته. هر درد جناب یک درمان داره. تو جناب دندار هستی، به لطف خداوند از عهده تمام مشکلات برآمده میتونی. کلگی به خاطر جناب طغرل برام احترام میکنن. تخمایی را که بیادرم 20 سال پیش کاشته بود حال حاصلش هم میگیریم. این مایده صلح و رفاه را به منطقه خواهد آورد خاتون. خدا دست کم نگی جناب دندار. از راه با دوستایت رفته میتونی، با هر کسی نه. اگر تو هم مثل گندغدو و سنگرتکین بیادر ترها کده میرفتی باز چی میشد؟ او جناب طغرل با کمک تو نظام خود ساخت. جسارت هر کس داره، اما هم جسارت و هم هنر فقط پیش تو است. دسم تو صلح میگی جناب، اما کسای زیادی هستن که میخواین مانع صلح شوند جناب دندار. باید متوجه کل چیز باشی. خداوند شاهد باشه، کسایی که میخواین مانع صلح شوند دانه دانه نابودشان میکنم، از بین میبرم. ما با بیادرم جناب طغرل قول دادیم و به قول خود وفا میکنم. حالا دیگه نباید جناب تکفور منتظر بانیم. پیش از اینکه به قلعه بریم میخوایم که دعای خیرت بگیرم پدر. ای بچه، دعای پدرت همیشه امرایت هست بچه، اما هیچ وقت بالای طایفه کفار اعتماد نکنی.
گوش کو و چشمایت همیشه آواز نگاه کو. هیچ تشویش نکو پدر. من بچه جناب بامسی سرلشکر متقاعد کایا هستم. دشمن میفهمه که اگه در مقابلم بیاید ضرر میکنه. آفرین بچه، زنده باشی. اما تو امیره باید بفهمی که شجاعت نمیتونه با فریبکاری مبارزه کنه. باید چشم و گوش ما باز باشه. باید نامرده به یک بار دیدن بشناسی. پدر جان خودت چه قسم میفهمیدی؟ بچه ما آیسته آیسته یاد میگیری. به جنگ که رفتی کل چیز یاد میگیری. بیبی اوز پدر کلان ما یک قسم نصیحت کرده بود. گفت هر بلایی که سر اولادای اوز بیایه از غفلتش میایه. سپاهی که تن به غفلت نتبرنده میشه. بعضا استاد خو میشن. اما کسی که در حالت خوام بیدار از باز امو است که سر نامرد از تنش جدا میسازه بچه. پدر نه که پشت جناب طغرل غازی دق شده نه؟ ای جناب طغرل، نخیر بچیم نخیر. آدم پشت کسی دق میشه که او را نبینه. بچیم ما جناب طغرل در وجود عثمان میبینم. هر حرکتش، هر سخنش، هر نگاش مثل جناب طغرل است. مثل او قهرمان فقط یک بار میایه و میمونه. بچه چیزی که ازت میخوایم ای است که تو هم همراهش باشی. الله. بیبی بچه ما برات نصیحت نمیکنم بلکه وصیت میکنم. دور نباشی. عایشه خاتون، میگم او قالینچایی که از قبایل ترکمن اینجا آمدن اونا رو هم همراه خود ببرم. میفهمیدم که از اونم میخوایی جناب گندوز. تمامش دیروز آماده کردم. زنده باشی خاتون، زنده باشی. معلوم دارست که در سرخانه حریم مادر کلان شدی. حالا دیگه های ماشاءالله ماشاءالله. برچین آی بارس، اگه ازت خواهش کنم میشه که ندی؟ امشب شب خینه باید آمادگی بگیریم. کاش که در قبیله باشی. تو خوب میفهمی با یک سپاهی وظیفش از کل چیز کلا مهمتر است. در ضمن نمیشه که جناب عثمان تنها بانم برچینم. تو برم دعا کن که بی خطر برو ما صحیح و سالم پس بیایم. انشالله خداوند سفرتان بی خطر داشته باشه آی بارس. بسیار کم مونده. امشب خینه عروسی ما را در دستایت خواهد مانده. آی گل برم خینه پیچه بسیار مقبول دختر. کاش که او را میدیدی. چشمای من فقط زیبایی چهره تو را میبینم. بسیار مقبول هستی. حالا برو دیگه، اونا منتظرت هستن. برچینم به خدا میسپارمت. تو رام به خداوند میسپارم. خداوند نگاهت کنه. بشنوین سپاهیان شجاع کایا، شما منتظر شمشیر تیز و قوی هستین. ظاهرتان آب سرد و باطنتان آتش سوزان است. ماشاءالله ماشاءالله.
تو این ویدیو میریم سراغ این که ببینیم چجوری میتونیم داخل فتوشاپ متن‌های خودمون رو وارد بکنیم و با انواع نوشتن آشنا بشیم. الان این مثال رو نگاه بکنید. اینجا من 2 نوشته دارم. نوشته اولم به حالت خطیه و میتونم اینجا متن خودم رو وارد بکنم. نوشته دوم به حالت تکست باکسه که من میتونم داخل یک باکسی متن‌های خودم رو بنویسم و هر جا که رسید به انتهای خط خود فتوشاپ بره سراغ خط بعدی. وقتی گپ از شمشیر شود نام تو به سر زبانم میاد. سلام، من محمد خوشمند ویدیو دیگه از کانال دوست ما جناب تکفور، این هدیه ما را خوشحال کرد یا نه؟ با این شمشیر تیز ما که قلعهشون از بیخ بنیاد نابود میسازیم، میریم و برشان هدیه میتیم کاکا. چرا نباید خوش کنند جناب دوندار؟ جناب دندار بدون کایا دیگه تمام دنیا دشمن ماست. مگم نمیفهمیم چی میشه؟ ما میخوایم همراهتان بیایم. چی میگین؟ یک سپاهی ما باید در قبیله باشه جناب بامسی. تو در قبیله باش. ضرورت قبیله را رفع بساز و متوجه همگی باش. درست است جناب دندار. حالا دیگه وقت رفتن است. با خدا سپردیم. بخیر برین و بخیر بیاین انشالله. شرایط صلح و تجارت کاملا به خواست ما صورت میگیرد تکفور، اما جریمه را که به خاطر حمله بالای کاروان پرداخت شود را قبول نداریم. تشویش نکو کالانوس. هیچ قدرت ما را مجبور کرده نمیتونه که قبول هیچ شک ندارم. درست است که تخمه ماهده را جناب تغرل کاشته، اما بیادرش دوندار میخواه به نام او نوشته شود. البته که میخوایم، چرا که توسط این مایده میخواه قدرت خود نشان بده. با لطف عیسی مسیح همیشه ما قدرتمند و قوی خود بودیم. توفه کوچک همیشه از شوهر دوست داشتنی محافظت خواهد کرد.